وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که در نظر دارد در سال 2017 میلادی حدود 50,000 معتاد با مواد مخدر را تحت تداوی قرار دهد. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر این مطلب را حین آغاز برنامه تداوی بیش از 100 تن از معتادین مواد مخدر بیان کرد که شب گذشته از دو منطقه شهر کابل با هدف تداوی به شفاخانه 1500 بستر امید آورده شده بودند. در سال 2017 ما هدف ما است که در حدود 45 الی 50 هزار معتاد تحت پوشش قرار بگیره و تناسب از او ایجاب میکنه که باید بودجه خاصی در این راستا تدارک دیده شود. وزارت های ساعتنامه مبارزه با مواد مخدر و کار امور اجتماعی، گارنیزون کابل و شمار دیگر از دارد میگویند که پس از این در هفته 2 روز معتادین مواد مخدر بی سرپناه را به خاطر تداوی جمع آوری میکنند. این در حالی است که به اساس معلومات وزارت صحت افغانستان در حال حاضر در تمام این کشور 109 مرکز برای تداوی معتادین موجود می باشد.